در تیزر قسمت جدید میبینیم که شنگول در حالت مستی و در حضور همه رازهای بزرگشون رو لو میده. در این بین شنگول ماجرای دستکاری ترمزای ماشین احمد به دست شوال هم تعریف کرده و رو به همه اعلام میکنه که شوال نقشه مرگ احمد و سوزان رو کشیده و در این بین احمد در تصادف کشته شد. بعد از این اعترافات عجیب و جنجالی خون جلوی چشمای عمر رو گرفته و به سمت شوال حمله میبره و قصد داره اونو کتک بزنه، اما مهمونا مانع اون شده و شوال رو از دست اون نجات میدن. سوزانم که داغ مرگ احمد براش زنده شده به سمت شوال حمله برده و کار اونا به گیس و گیس کشیده میشه و در این بین عاکف و نباهت تلاش میکنن شوال رو از دست اون نجات بدن. در ادامه همچنین میبینیم که الیف از اعترافات شنگول شوکه شده، چرا که شنگول در بخشی از اعترافات خودش گفته بود که برک و الیف خواهر و برادر واقعی هستن. الیف از حرفای شنگول خندش گرفته و فکر میکنه شنگول دیوونه شده، اما برک رو به الیف کرده و به اون جواب میده همه ی حرفای شنگول حقیقت داره و من و تو خواهر و برادریم. الیف با شنیدن حرفای برک شوکه شده و همونطور ناباورانه به اون خیره میمونه. در پایانم میبینیم که بین سارپ، آستیه و آیبیکه بر سر موضوعی درگیری پیش میاد. احتمالاً ماجرا مربوط به اعترافات شنگول باشه. در این بین سارپ با آیبیکه درگیر شده و اونو هل میده. آسیه که عصبانی شده به سمت سارپ حمله کرده و سعی میکنه اونو از آیبیکه جدا کنه، اما سارپ دست بردار نیست و مدام به اونا حمله میبره. در این بین درگیری آسیه و سارپ بالا گرفته و آسیه برای خلاص شدن از دست سارپ اونو هل میده، اما تعادل سارپ به هم خورده و از اون بالا به پایین پرت میشه. سارپ از بالا به پایین پرت شده و سرش به زمین خورده و جنازه نیمه جانش روی کف زمین میافته. هنوز معلوم نیست چه بلایی قراره سر سارپ بیاد و آیا قراره شاهد یه مرگ دیگه در سریال باشیم یا خیر؟